اگر شرایطی و امکانی به وجود بیاید که ما ارتش و سپاه در کنار هم در مقابل ارتش اسرائیل قرار بگیریم با یک عملیات، نه 2 تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه. به هیچی نمیخوره، به هیچی نمیخوره که. اگر شرایطی و امکانی به وجود بیاید که ما ارتش و سپاه در کنار هم در مقابل ارتش اسرائیل قرار بگیریم با یک عملیات، نه 2 تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.